فکر کن بتونی یه دوربین بسازی که از افکارت عکس بگیره، یا یه سلاح که بتونه یه ارتشو از صدها کیلومتر اونورتر نابود کنه. فکر کن بتونی کل دنیا رو بدون حتی 1 متر سیم روشن کنی. اینا شبیه داستانه علمی تخیلی هن، نه؟ ولی یه نفر بود که نه تنها به این چیزا فکر میکرد، بلکه برای ساختنشونم آستین بالا زده بود. مردی که میگفتن با کبوترها حرف میزده، توی ذهنش اختراعاتشو 3 بعدی میدیده و قبل از ساخت کامل تستشون میکرده. بعضیا میگفتن یه نابغه است که از زمان خودش جلوتره، بعضیای دیگه هم میگفتن یه دیوونه خطرناکه. امروز میخوایم پرده از زندگی عجیب و باور نکردنی و تراژیک مردی برداریم که دنیا رو برای همیشه تغییر داد، ولی خودش توی فقر و تنهایی از دنیا رفت. مردی که اسمش نیکولا تسلا است. همه چی از یه شب طوفانی شروع شد. دقیقاً نیمه شب 10 ژوئیه 1856 توی یه روستای کوچیک به اسم اسمیلیان توی کرواسی امروزی یه نوزاد پسر به دنیا اومد. همزمان با تولدش آسمون با رعد و برق‌های وحشتناکی روشن شده بود. قابله با ترس به مادر بچه گفت این پسر فرزند طوفانه. ولی مادرش دوکا ماندیچ که خودش یه زن باهوش و خلاق بود با لبخند جواب داد نه، این فرزند نوره. و انگار واقعا هم همینطور بود. اون بچه یعنی نیکولا تسلا قرار بود دنیا رو برای همیشه روشن کنه. پدرش میلوتین یک کشیش ارتدوکس سرب تبار بود و دوست داشت نیکولا هم راه اونو ادامه بده. اما نیکولا از بچگی یه جور دیگه ای بود. یه حافظه تصویری عجیب داشت، طوری که میتونست کتابا رو کامل حفظ کنه یا تصاویر ماشینا رو با تمام جزئیات توی ذهنش ببینه. این توانایی هم خوب بود و هم بد. چرا؟ چون گاهی وقتا تصاویری که جلوی چشمش می اومد اونقدر واقعی بودن که نمیتونست فرق بین واقعیت و خیالو بفهمه. یه اتفاق تلخ توی بچگیش زندگیشو برای همیشه تغییر داد. وقتی فقط 5 سالش بود، برادر بزرگترش دین توی یه حادثه اسب سواری جلوی چشمش کشته شد. این ضربه روحی اونقدر شدید بود که نیکولای جوان تا سالها خودشو مقصر میدونست و دچار کابوس‌ها و توهم‌های وحشتناکی شد. شاید همین اتفاق بود که اونو بیشتر و بیشتر به دنیای درون خودش و علم پناهنده کرد. پدرش هرچی اصرار میکرد که باید بره سراغ کلیسا و دین، نیکولا مخالفت میکرد تا اینکه توی 17 سالگی وبا اونو از پا در آورد. توی اوج بیماری به پدرش گفت اگه بذاری برم مهندسی بخونم قول میدم خوب بشم. پدرش هم که از زنده موندن پسرش ناامید شده بود قبول کرد و معجزه اتفاق افتاد. تسلا از اون بیماری جون سالم به در برد. انگار سرنوشت نمیخواست به این راحتی ها ازش دست بکشه. تسلا با رویای تغییر دنیا وارد دانشگاه پلی تکنیک گراتس توی اتریش شد تا مهندسی برق بخونه. از همون اول مشخص بود که یه نابغه است. محاسبات پیچیده ریاضی رو توی ذهنش حل میکرد و استاداشو انگشت به دهن میذاشت. تسلا به شدت کمالگرا و سرکش بود. سر یه اختلاف نظر با یکی از استاداش در مورد موتورهای جریان مستقیم یا DC دانشگاه رو رها کرد و هیچ وقت فارغ التحصیل نشد. بعد از چند سال کار توی شرکت‌های تلفن توی بوداپست و پاریس، یه ایده مثل همون رعد و برق شب تولدش به ذهنش زد. ایده ساخت یه موتور الکتریکی که با جریان متناوب یا همون AC کار میکرد. این ایده انقلابی بود چون تا اون روز تمام دنیا داشت با سیستم جریان مستقیم یا DC کار میکرد که مخترع بزرگ توماس ادیسون حسابی برای اون تبلیغ کرده بود. تسلا طرحاشو به هر کی نشون میداد مسخرش میکردن. همه میگفتن غیر ممکنه. برای همین تصمیم گرفت بره به مرکز دنیا، به جایی که رویاها به واقعیت تبدیل شدن، یعنی آمریکا. سال 1884 تسلای 28 ساله با 4 سنت توی جیبش یک کتاب شعر و یک نامه معرفی برای بزرگترین مخترع اون زمان توماس ادیسون پا به نیویورک گذاشت. توی نامه نوشته شده بود آقای ادیسون عزیز، من 2 مرد بزرگ میشناسم. یکی شما هستید و دیگری این مرد جوان. ادیسون این تاجر باهوش و مخترع کار کشته
از استعداد و انرژی تسلا خوشش اومد و استخدامش کرد. وظیفه تسلا این بود که ژنراتورهای جریان مستقیم ناکارآمد ادیسون رو بهبود بده. ادیسون که میخواست از شر این جوان پر ادعا راحت بشه، یه پیشنهاد وسوسه انگیز بهش داد. بهش گفت اگه بتونی این ماشینا رو اصلاح کنی $50,000 بهت میدم. $50,000 اون زمان یه ثروت خیلی زیاد بود. تسلا شب و روز کار کرد. با نبوغ خودش نه تنها مشکلات رو حل کرد، بلکه یه سیستم کاملا جدید طراحی کرد که بازدهی رو به شدت بالا می‌برد. بعد از اتمام کار با هیجان رفت پیش ادیسون و گفت کار تمومه. حالا پول منو بده. ادیسون با یه پوزخند بهش نگاه کرد و گفت تسلا، تو هنوز شوخ طبعی آمریکایی‌ها رو درک نکردی. و زد زیر همه چی. پولی در کار نبود. اون فقط یه شوخی بود تا این مهاجر صربستانی ساده دلو سر کار بذاره. این بزرگترین توهین به تسلا بود. اونجا بود که فهمید دنیای اختراعات فقط به نبوغ نیست، به تجارت و بیرحمی هم هست. همون روز استعفا داد. این اتفاق جرقه یکی از بزرگترین رقابت‌های علمی تاریخ رو زد. جنگی که به جنگ جریان‌ها معروف شد. حالا یه سوال پیش میاد. شما اگه جای تسلا بودین چه کار می‌کردین؟ آیا میبخشیدین و میموندین یا مثل اون با غرور میرفتین تا خودتون رو ثابت کنین؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسین. تسلا بعد از جدایی از ادیسون روزای سختی رو گذروند. مجبور شد برای یه لقمه نون کارگری کنه و کانال بکنه، اما اون رویاهای بزرگی توی سرش داشت. بالاخره با کمک چند تا سرمایه‌گذار تونست شرکت خودش رو تأسیس کنه و آزمایشگاه خودش رو راه بندازه. اینجا بود که تونست رویای اصلیش یعنی موتور جریان متناوب یا همون AC رو بسازه و به اسم خودش ثبت کنه. حالا بیایم ببینیم اصلا دعوا سر چی بود. چرا این AC و DC اینقدر مهم بودن؟ به زبان ساده سیستم DC ادیسون مثل یه باتری کار میکرد. جریان رو فقط توی یه جهت میفرستاد و مشکلش این بود که نمیشد برق رو به مسافت‌های طولانی فرستاد، چون کلی از انرژیش توی راه تلف میشد. این یعنی برای برقرسانی به شهر باید سر هر کوچه یه نیروگاه میساختن که اصلا منطقی و اقتصادی نبود. اما سیستم AC تسلا جریان رو به صورت موجی و توی دو جهت میفرستاد. مزیت بزرگش این بود که میشد ولتاژش رو به راحتی با ترانسفورماتورها کم و زیاد کرد. یعنی میشد برق رو با ولتاژ خیلی بالا به صدها کیلومتر برتر فرستاد و بعد دم خونه ها ولتاژش رو آورد پایین و استفاده کرد. این یعنی کارایی بیشتر و هزینه خیلی کمتر. جورج وستینگهاوس یه تاجر و مخترع باهوش دیگه خیلی زود ارزش کار تسلا رو فهمید. اون حق امتیاز اختراعات AC تسلا رو خرید و باهاش شریک شد تا با امپراتوری DC ادیسون رقابت کنه. اینجا بود که جنگ جریان‌ها رسما شروع شد. این جنگ فقط یه رقابت علمی نبود، یه نبرد کثیف تجاری و رسانه‌ای هم بود. ادیسون که میدید داره بازار رو از دست میده، شروع کرد به تخریب تسلا و سیستم AC. کمپین های تبلیغاتی و ترسناکی رو انداخت و به مردم میگفت جریان متناوب فوق‌العاده خطرناکه و میتونه آدما رو در جا بکشه. اون برای اثبات حرفش کارهای وحشتناکی میکرد. جلوی چشم مردم و خبرنگارها سگ‌ها و گربه‌ها و حتی اسب‌ها رو با برق AC میکشت تا همه رو بترسون. اوج این ناجوانمردی اختراع صندلی الکتریکی با استفاده از برق AC بود که توسط یکی از کارمندای ادیسون ساخته شد تا اعدام با برق مترادف با سیستم تسلا باشه. ادیسون میخواست اسم AC رو با مرگ و وحشت گره بزنه. اما تسلا و وستینگهاوس هم بیکار ننشستن. تسلا که خودش یه شومن فوق‌العاده بود، برای مقابله با این تبلیغات سیاه نمایش‌های حیرت انگیزی اجرا می‌کرد. اون جلوی چشم همه جریان برق AC با ولتاژ بالا رو از بدن خودش عبور میداد تا لامپ‌ها رو روشن کنه و نشون بده که اگه کنترل شده باشه خطری نداره. نقطه اوج این جنگ نمایش جهانی شیکاگو توی سال 1893 بود. یه فرصت طلایی برای نشون دادن قدرت واقعی برق. ادیسون و شرکتش یعنی جنرال الکتریک یه پیشنهاد قیمت نجومی برای روشن کردن نمایشگاه با سیستم DC دادن، اما وستینگهاوس با پیشنهادی بسیار کمتر با استفاده از سیستم AC تسلا برنده مناقصه شد. اون شب نمایشگاه شیکاگو تبدیل شد به شهر نور. صدها هزار لامپ که با قدرت جریان متناوب تسلا روشن شده بودند. منظره‌ای رو خلق کردند که دنیا تا اون روز به خودش ندیده بود. این یه پیروزی قاطع برای تسلا و AC بود.
اما ضربه نهایی به ادیسون وقتی زده شد که تصمیم گرفتن برای مهار قدرت عظیم آبشار نیاگارا از سیستم تسلا استفاده کنند. ساخت اولین نیروگاه برق آبی بزرگ دنیا روی آبشار نیاگارا با ژنراتورهای AC تسلا رسما پایان جنگ جریان‌ها و شروع عصر جدیدی برای بشریت بود. از اون روز به بعد سیستم جریان متناوب تسلا شد استاندارد جهانی برای انتقال برق، سیستمی که همین الان داره برق خونه من و شما رو تأمین میکنه. تسلا پیروز شده بود، اما این پیروزی براش گرون تمام شد. برای اینکه ویستینگهاوس بتونه توی این جنگ مالی دوام بیاره، تسلا مجبور شد از حق امتیازهای میلیارد دلاری خودش بگذره و قراردادش رو پاره کنه. اون دنیا رو روشن کرد ولی خودش رو از یه ثروت عظیم محروم کرد. این اولین فداکاری بزرگ تسلا برای علم بود، ولی آخرینش نبود. بعد از پیروزی توی جنگ جریان‌ها، تسلا تبدیل شد به یه سلبریتی علمی. آزمایشگاهش توی نیویورک پاتوق آدمای معروف و کنجکاو بود. یکی از رفقای صمیمیش نویسنده بزرگ مارک توین بود که ساعت‌ها توی آزمایشگاه تسلا وقت می‌گذروند و با اختراعاتش سرگرم می‌شد. ذهن تسلا یه لحظه هم آروم و قرار نداشت. انگار یه کارخونه ایده پردازی 24 ساعته بود. توی همین دوره اون یکی از معروف‌ترین و خفن‌ترین اختراعاتش رو ساخت. سیمپیچ تسلا یا تسلا کویل، یه دستگاه شگفت‌انگیز که میتونست ولتاژهای فوق‌العاده بالا تولید کنه و جرقه‌هایی شبیه رعد و برقای غول‌پیکر به وجود بیاره. هدف اصلی تسلا از ساخت این وسیله قدم گذاشتن به سمت رویای بزرگش بود، انتقال بی‌سیم انرژی. اون با تسلا کویل آزمایشگاه دیوانه‌واری انجام میداد. لامپ‌ها رو از فاصله دور بدون سیم روشن میکرد و حتی پایه‌های علم رادیو رو بنا گذاشت. بله، درست شنیدید. سالها قبل از اینکه مارکونی به عنوان مخترع رادیو معروف بشه، تسلا سیگنال‌های رادیویی رو توی آزمایشگاهش ارسال و دریافت کرده بود. اون حتی یه قایق کنترلی از راه دور ساخت و جلوی چشم همه توی استخر هدایتش کرد که برای مردم اون زمان مثل جادوگری بود. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً این کارو بکنین تا از جدیدترین ویدیوهایی که میسازیم با خبر بشین. توی سال 1899 تسلا به کلرادو اسپرینگز رفت و یه آزمایشگاه خیلی بزرگ و مجهزتر ساخت. اونجا بزرگترین تسلا کویل دنیا رو ساخت که بهش میگفت فرستنده بزرگنما. این دستگاه هیولا میتونست میلیون ها ولت برق تولید کنه و سائقه های مصنوعی به طول 40 متر به آسمون بفرسته. صدای رعد و برقاش تا کیلومترها اونورتر هم شنیده میشد. اونجا بود که تسلا ادعا کرد مهمترین کشف زندگیشو انجام داده، امواج ثابت زمینی. اون فهمید که خود کره زمین میتونه مثل یه رسانه‌ی غول‌پیکر عمل کنه. اون تونست 200 تا لامپو از فاصله 40 کیلومتری بدون سیم روشن کنه. حتی یه شب ادعا کرد سیگنال‌های منظمی از فضا دریافت کرده و معتقد بود این سیگنال‌ها از مریخ یا سیاره دیگه اومدن. این ادعا باعث شد خیلی از دانشمندا مسخرش کنن، اما تسلا تا آخر عمرش به این باور داشت. آرزوی نهایی تسلا ساختن یک سیستم جهانی برای ارتباط و انرژی بی‌سیم بود. یه سیستمی که بتونه صدا، تصویر و برق رو به هر نقطه‌ای از کره زمین بدون نیاز به سیم بفرسته و این یعنی اینترنت و برق رایگان برای همه. با همین رویا به نیویورک برگشت و با کمک مالی یکی از بزرگترین سرمایه‌دارهای تاریخ یعنی جی پی مورگان شروع کرد به ساختن پروژه عظیمش، برج واردن کلیف توی لانگ آیلند. این برج غول‌پیکر قرار بود آنتن مرکزی این سیستم جهانی باشه. اما وقتی مارکونی تونست فقط با فرستادن حرف اس از طریق امواج رادیویی از اقیانوس اطلس عبور کنه و دنیا رو هیجان زده کنه، مورگان نظرش عوض شد. اون از تسلا پرسید خب این سیستم تو دقیقاً چطوری پول در میاره؟ اگه همه بتونن مجانی ازش استفاده کنن، سود ما چی میشه؟ تسلا نتونست جوابی بده که یه سرمایه‌گذار رو راضی کنه. رویای اون بشر دوستانه بود، نه تجاری. مورگان هم حمایت مالیشو قطع کرد و برج واردن کلیف، این رویای بزرگ، نیمه کار رها شد. این بزرگترین شکست زندگی تسلا بود. برجی که قرار بود دنیا رو به هم وصل کنه، تبدیل شد به نماد رویاهای برباد رفته یک نابغه. شکست پروژه واردن کلیف تسلا رو از نظر روحی ویران کرد. اون دچار فروپاشی عصبی شد و روز به روز بیشتر توی خودش فرو میرفت. دیگه اون مخترع پرشور و شومنی که همه میشناختن نبود.
بدهی‌هاش بالا اومده بود و مجبور شد توی هتل‌های ارزون قیمت زندگی کنه، در حالی که اغلب پول پرداخت اجاره رو هم نداشت. توی این سالهای تنهایی وسواس‌های عجیب و غریبش هم شدیدتر شد. اون به شدت از میکروب میترسید و دائم دستاشو میشست. روی عدد 3 وسواس عجیبی داشت. مثلا قبل از ورود به یه ساختمون باید 3 بار دورش میچرخید. موقع غذا خوردن باید 18 تا دستمال کاغذی تمیز روی میزش می بود، چون که 18 به 3 بخش پذیر بود. با اینکه از نظر مالی ورشکسته بود، اما ذهنش همچنان کار میکرد. توی این دوره ایده های عجیب تری رو مطرح کرد. از توربین بدون پره تسلا که یه طراحی انقلابی برای موتورها بود گرفته تا ایده هایی مثل ماشین زلزله که ادعا میکرد میتونه با ایجاد ارتعاش یه ساختمون رو از بین ببره، و حتی دوربین ذهن که میگفت میتونه افکار رو به تصویر بکشه. و اما بزرگترین و جنجالی ترین ایده سالهای آخر عمرش، پرتوی مرگ یا تلفورس. تسلا ادعا میکرد سلاحی ساخته که میتونه پرتویی از انرژی متمرکز رو شلیک کنه و ناوگانی از 10,000 هواپیما رو از فاصله 400 کیلومتری نابود کنه. اون میگفت این سلاح اونقدر قدرتمنده که میتونه برای همیشه به جنگ ها پایان بده، چون هر کشوری که اونو داشته باشه شکست ناپذیره. دولت‌های مختلف از جمله آمریکا و شوروی به این ایده علاقه نشون دادن، اما هیچ وقت بودجه کافی برای ساختش فراهم نشد و طرح‌هاش بعد از مرگش به طرز مرموزی ناپدید شدن. تسلا هیچ وقت ازدواج نکرد. معتقد بود ازدواج و روابط عاطفی مانع تمرکزش روی علم میشه. تنها دوستای واقعیش کبوترهای پارک نیویورک بودن. اون هر روز ساعتها براشون وقت میذاشت، بهشون غذا میداد و ازشون مراقبت میکرد. یه داستان عجیبم هست که میگه تسلا عاشق یه کبوتر سفید خاص شده بود. اون ادعا میکرد که این کبوتر رو مثل یه انسان دوست داره و باهاش ارتباط تلپاتیک داره. یه شب که کبوتر زخمی به اتاقش توی هتل میاد و توی دستاش جون میده، تسلا به دوستانش میگه من مطمئنم که کار من هم دیگه تمومه. در نهایت در 7 ژانویه 1943 نیکولا تسلا در سن 86 سالگی تنها و بی پول در اتاق شماره 3327 هتل نیویورکر به خاطر انسداد عروق قلب از دنیا رفت. جسدش 2 روز بعد توسط یک خدمتکار پیدا شد. به محض انتشار خبر مرگش ماموران FBI وارد اتاقش شدند و تمام اسناد، تحقیقات و دفترچه هاشو ضبط کردند. محتویات اون جعبه ها تا به امروز یکی از بزرگترین اسرار باقی مونده. تسلا در زمان حیاتش به اون اعتباری که لایقش بود نرسید. خیلی از اختراعاتش به اسم دیگران ثبت شد. سالها طول کشید تا دنیا بفهمه چه دین بزرگی به این نابغه صربستانی آمریکایی داره. چند ماه بعد از مرگش دادگاه عالی آمریکا حق امتیاز اختراع رادیو رو از مارکونی گرفت و رسما به نام تسلا ثبت کرد. یه پیروزی دیرهنگام که خودش هیچ وقت ندید. امروزه میراث تسلا همه جا هست. هر بار که کلید برق رو میزنیم از سیستم AC اون استفاده میکنیم. فناوری‌های وای فای، کنترل از راه دور و حتی ایده‌های انرژی تجدیدپذیر ریشه توی کارهای اون دارن. اسمش روی معتبرترین واحد اندازه‌گیری میدان مغناطیسی و البته یکی از انقلابی‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان گذاشته شده. اما داستان تسلا فقط داستان اختراعات بزرگ نیست. داستان یه تراژدی هم هست. داستان نابغه‌ای که درک نشد، توسط سیستم تجاری بیرحم بلعیده شد و در نهایت توی انزوا و فقر فراموش شد. اون یه رویا پرداز بود که میخواست به بشریت خدمت کنه، نه اینکه جیب سرمایه‌دارا رو پر کنه. شاید بشه گفت بزرگترین مانع تسلا نه توماس ادیسون نه جی پی مورگان، بلکه هوش و آرمانگرایی بیش از حد خودش بود. ذهنی که مثل سایقه ایده های جدید خلق میکرد، اما فرصت یا شاید حوصله تبدیل اونها به پول رو نداشت. پس نیکولا تسلا کی بود؟ خدای برق، یه دانشمند دیوونه یا یه آینده نگر که خیلی زود به دنیا اومده بود؟ شاید اون ترکیبی از همه اینا بود. یه انسان پیچیده، درخشان و تراژیک که دنیا رو برای همیشه روشن کرد، اما خودش توی تاریکی رویاهای بزرگیش گم شد. نظر شما چیه؟ به نظرتون اگه تسلا حمایت مالی لازم رو دریافت می‌کرد، امروز دنیای ما چه شکلی بود؟ آیا واقعاً برق بیسیم و رایگان داشتیم؟ منتظر خوندن نظرات و تحلیلاتون توی بخش کامنت ها هستم. ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، حتما لایکش کنین و برای دوستاتون که به علم و تاریخ علاقه دارن بفرستین.
فراموش نکنین که کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما در مورد داستان‌های ناگفته علم و تاریخ رو از دست ندین. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.